درود خدمت یکی از عزیزان برنامه بخوام ملوان هستیم. شما از کجا تشریف آوردید؟ بله، من دیروز آمدم اینجا بندر انزلی، اهل تهرانم. خوش آمدید. خیلی متشکرم از لطفتون. آمدیم بریم این کاخ موزه دریایی رو بازدید کنیم. خب سر راه این مسیر رو خیلی دوست داشتم، این پیاده راهو، چون یه بار دیگه هم اومده بودم و جالبه این قایق در واقع توجه منو جلب کرد و اینکه بخوان ملوان نمیدونستم منظور چیه. آمدم جلو، هدیه کتابی که گرفتم خیلی لذت بردم، اینم توی هفته کتاب در واقع و بعد به من گفتن که همسرتون فرمودن که شما استاد دانشگاه هستید. بله هیئت علمی دانشگاه هست. اونا مهم نیست اصلا، ولی چیزی که هست یکی اینکه این رفتار خیلی قشنگ بود، خیلی لذت بردم و یه هدیه خوب گرفتم و چیزی که برام جالب بود به من گفتن که از طرف باشگاه ملوانه. راستش من هیچ وقت طرفدار فوتبال نبودم، فوتبال اصلاً بازی مورد علاقم نیست، اما اخیراً که یه نمایشی در مورد کاپیتان محترم ملوان و همسر گرامیشون دیدم که یه رفتار مهرآمیز خیلی خیلی زیبا رو به نمایش گذاشتن و من خیلی لذت بردم. جامعه ما مهربونی توش نیست، به خاطر اینکه مردم عادت نکردن مهربونی ها رو نشون بدن، چه تو خانواده چه تو جامعه. ما باید مهر و عشقمون رو به هم دیگه نشون بدیم و آقای کاپیتان ملوان و همسرشون کار بسیار زیبایی کردن، خیلی بهشون ارادت دارم و با این رفتارهای قشنگی که دارم از تیم ملوان میبینم یه ذره دارم از این بعد ملوانی هستید. برای این اندیشم که طرفدار تیم ملوان بشم اگر بخوام فوتبال نگاه بکنم و حتما براشون آرزوی پیروزی میکنم توی همه در واقع برنامه‌هایی که دارن، مسابقه هایی که دارن و امیدوارم که بتونن فرهنگ غنی شهرشون رو، من چون همسرم اهل بندر انزلی هستم و اینجا میبینم که مردم ریشه‌دار و اصیلی داره، مردم با فرهنگی داره، مردم روشنی داره و هر کدوم از این عزیزان به خصوص تیم فوتبال به نظرم میاد که خودش یه سفیری برای فرهنگ غنی این شهر خواهد بود که خودشونو مطرح بکنن. به هر حال از مهمان نوازی مردم انزلی خیلی سپاسگزاری میکنم و قطعا دوباره میام. خیلی ممنون.